تنگ شده بود. یعنی جان تو اونجا قشنگ تو هوا گرد و غبار 1 متر جلوتر تو نمیتونی ببینی. این قد هوا خوبه. آره جان خودم. این خوب به حساب نمیاد. این شرایط بدیه. چرا خوب به حساب نمیاد؟ این شرایط بدیه. نه با بچه ها میرن رو پشت بون گونی میگیرن جلو باد گونی خاک جمع میکنیم باش ساختمون میسازیم. خیلی هوا خوبه. یک خاک مرغوبی هم هستا به جان تو. و فکر کردیم ما برای چقدر خاکی هستون با هم رفیقیم. آره میفهمم ولی من به نظرم میاد که نمیدونم داری شوخی میکنی داری راست میگی. ما شوخی دارم ما رفیقیم. ما رفاقتی داریم که بخوام شوخی کنم با تو. به نظر من داریم. هم قدیم هم سنیم مثلا. من به نظر ما رفاقت داریم با هم دیگه. حالا شما میخوای منکرش بشی؟ نه ولی نه من و شما با هم دیگه رفاقت داریم. آره رامبو جان. بله. رام اینقدر اونجا خاک خوب تو هوا هست ما تو هوا کشاورزی میکنیم. به جان خودم تو هوا همینطور خاک بغلت مثلا درخت سبز میشه لوبیا در میطوری میریم محصول قشنگ تو هوا میچینیم بعد میبریم خونه قشنگ میپزیم میخوریم. آره تو هوا پر خاک دیگه. خیلی خوبه. متاسفم بابت این اتفاق. نمیدونم چی باید بگم. من نمیدونم باید با این بخندم یا باید شوخی کنم. نه باید. چرا نخندی؟ چرا همه میخندن شما هم بخند. ما همینجا رو باد میتونیم بنویسیم چون پر خاکه. مشقامونو ما به چا اونجا رو خاک می‌نویسن. آره رو هوا. آره دیگه هست. هر چی نیاز داشته باشیم هست. آره اینا چیزایی که برای شما هسته برای ما خاطره است. آره اکثرا خاکشش داریم اونجا. بله. چی داریم؟ خاکشش. آخ. آره خیلی لذت بخشه. واقعا جریان چی؟ جریان چی؟ جریان چی؟ جریان چی؟ جریان چی؟ آره دیگه خلاصه اینم حال و روز ماست. خلاصه که آقا رامبد حال همه ما خوب است ولی تو اما تو باور مکن. آره من متاسفم. من به نوبه خودم بابت این اتفاق ابراز همدلی و همدردی میکنم و عذرخواهی میکنم. ببخشید. والا چی بگم. امیدوارم که تمام آدمایی که توی آب و خاک هستن هم از آبش نصیب داشته باشن هم از خاکش برای زیر پاشون نه برای تو ریه هاشون.